تصور کن بری روسیه، یه طرف قاهای طلایی و آدمایی با جت شخصی و زندگی لاکچری، طرف دیگه مادری که بین خرید دارو یا غذا باید یکی رو انتخاب کنه. همین تضادهای عجیب روسیه است که آدمو گیج میکنه. اینجا همه چیز قاطیه. لوکس ترین و فقیرترین صحنه‌ها، سردترین زمستونا و گرمترین دور همی‌ها، زیباترین زن‌ها و سخت‌ترین فشارها رو می‌بینی. اگه می‌خوای بدونی زندگی واقعی تو روسیه چه شکلیه و زنای این کشور چطوری بین این همه سختی و فشار دووم میارن، تا آخر ویدیو همراه هم باش. میلیاردرای روس قایق‌هایی دارن که از یه محله بزرگتره، اما کارگرای عادی حتی نمیتونن یه سفر داخلی برن. خیلیا هنوز یادشونه چطور بعد از فروپاشی شوروی همه پسندازشون دود شد و پرید. از همون جا بود که فاصله فقیر و غنی وحشتناک شد. تو روسیه حتی بیمار شدن هم یه جور قمار زندگیه. یا پول داری و نجات پیدا میکنی یا مجبوری دعا کنی. زنای روس به زیبایی معروفن، اما پشت این شهرت یه فشار سنگینه. دخترای جوون خیلی وقتا قبل 20 سالگی اولین عمل زیباییشون رو انجام دادن. جامعه مدام میگه باید خوشگل باشی، تحصیل کرده باشی، پول در بیاری، مادرم بشی. تصور کن صبح از خواب بیدار بشی و بدونی باید هم استاد دانشگاه باشی، هم مدل اینستاگرامی، هم مادر فداکار. خیلی هاشون میگن انگار باید همزمان 10 تا آدم باشیم. اما با همه این فشارا، زنای روس ستون خانواده و حتی اقتصاد زیرزمینی هستن. از پخت غذا و خدمات زیبایی گرفته تا کارهای تخصصی. اونا یاد گرفتن به هم تکیه کنن و همین باعث میشه زیر بار سنگین زندگی نشکنن. زمستون اینجا شوخی نداره. منفی 60 درجه رو تصور کن. مردم مجبورن فقط یه اتاقو گرم کنن و همه با هم همونجا زندگی کنن. خیلی‌ها میگن روس‌ها از بچگی یاد میگیرن همیشه آماده باشن. شمع، پتو، کنسرو و حتی غذاهای خشک شده همیشه تو خونه‌هاشون هست. ولی چیزی که عجیبه اینه، تو اون تاریکی و سرما، مهمونی و دوره همی بخش مهم زندگیه. هر کسی یه چیزی میاره، میخندن، میرقصن تا سرمای بیرون کمتر حس بشه. یعنی تو سردترین شرایط گرمترین دلها رو دارن. اینجا اینترنت پر از فیلتره. هر چی سرچ میکنی یا بسته است یا کنترل میشه. واسه همین VPN یه چیز روزمره است. از طرفی با حقوق $400 رسما نمیشه زنده موند. واسه همین مردم دنبال راه خلاقانه هستن. مبادله کالا، کارهای جانبی یا اقتصاد زیرزمینی. یکی سبزی خورد میکنه، یکی ترشی درست میکنه، یکی تعمیرات انجام میده. خیلی وقتا هم جنس به جنس معامله میکنن. جوانای روس شاید بیشتر از همه تحت فشار باشن. تحصیل میکنن، زبان میخونن، اما وقتی میبینن نتیجه‌ای نداره به فکر مهاجرت میافتن. آلمان، کانادا، آمریکا مقصدای محبوبشونه. ولی خب همه توانایی رفتن رو ندارن. بعضیاشون گیر افتادن بین موندن و رفتن و این بلا تکلیفی چیزیه که روح جوونا رو خسته کرده. اگه تا اینجای ویدیو خوشت اومد، لایک کن و برای دوستات بفرست. اینجا میتونی ببینی ثروتمندترین و فقیرترین آدمای دنیا کنار هم زندگی میکنن. میتونی ببینی زنایی که زیر بار فشار له میشن، اما همزمان ستون خانواده میمونن. میتونی ببینی سرمایه کشنده‌ای که آدمو نابود میکنه، ولی جمعای گرم مردمو نجات میده. اگه جای یه روس بودی، تو این همه تضاد چی کار میکردی؟ میموندی و میجنگیدی؟ مهاجرت میکردی یا دنبال یه راه خلاقانه تر میگشتی؟ تو کامنت بنویس برام، چون قصه روسیه فقط قصه روسیه نیست. قصه همه ماست که وسط فشارا دنبال یه جایی واسه نفس کشیدنیم. اگه این ویدیو برات جالب بود و از سفر به دنیای واقعی روسیه لذت بردی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. ویدیو رو برای دوستات بفرست تا اونا هم بدونن اون طرف دنیا چه خبره و منتظر ماجرایی‌های هیجان انگیز بعدی باش. تا سفر بعدی، خداحافظ.